سایپرمترین یکی از سمهای پرکاربردی هست که امروزه به عنوان آفتکش ازش استفاده میشه. اگر شما هم به اون سمهایی که در منزل برای از بین بردن آفتها استفاده میکنید نگاه کنید، خواهید دید که یکی از اجزای اصلیش سم سایپرمترینه. این سم تعلق داره به یک خانواده از آفتکش‌ها به نام سموم پایرتروئیدی. این سموم پایه گیاهی دارن. در واقع سایپرمترین با الگوگیری از یه ترکیب شیمیایی که در برگ گیاه داوودی وجود داره ساخته میشه. این سم به صورت مایعی غلیظ و زردرنگ وجود داره. البته به صورت کریستال‌های جامد هم دیده میشه. از این سم برای از بین بردن آفاتی مثل شته‌ها، سوسک‌ها، پشه‌ها، مگس‌ها و بسیار از حشرات دیگه استفاده میشه. این سم بعد از اینکه استفاده شد در کشاورزی میتونه اتصال محکمی با ذرات خاک برقرار کنه و به مدت 2 تا 7 هفته در خاک باقی بمونه. جالبه بدونید که این آفتکش میتونه برای ماهی‌ها و برخی از آبزیان هم سمیت داشته باشه. اما میخوایم ببینیم چجوری این آفتکش میتونه حشره رو از پا بندازه. برای مثال شما یه سوسکی رو در نظر بگیرید که میایید روی این سوسک این حشره کش سایپرمترین رو اسپری میکنید. مشاهده کردید که بعد از اینکه حشره کش رو روی سوسک اسپری کردید، بعد از یه مدت حشره به این حالت در میاد. یعنی در واقع یه کوچولو تحرک توش ایجاد میشه، یه چرخ میزنه، به این شکل میفته روی زمین. دقیقاً چه اتفاقی باعث این حالت در حشره میشه؟ مولکول حشره کش سایپرمترین هدفش در بدن حشره یک سری کانال هایی به نام کانال های وابسته به ولتاژ سدیم هستند. مولکول سایپرمترین میره داخل بدن حشره به صورت سیستمیک، خودشو میرسونه به کانال های وابسته به ولتاژ سدیم. این کانال ها کجا قرار دارن؟ این کانال ها روی نورون ها قرار دارن. نورون های یا همون سلول های عصبی. کار این کانال ها چیه؟ کار این کانال ها اینه که سدیم از این کانال ها وارد سلول عصبی میشه و پیام عصبی ایجاد میشه یا منتقل میشه. میدونید که پیام عصبی در بدن موجودات زنده چقدر مهم هست. این پیام عصبی هست که کل فعالیت‌های بدن موجود زنده رو کنترل میکنه. اگه پیام‌های عصبی و سیستم عصبی نباشه، سیستم بدن موجود زنده از کار میفته، ناهماهنگ میشه، بی‌نظم میشه و نهایتش میشه مرگ. حالا دقیقاً این مولکول سایپرمترین چیکار میکنه؟ این کانال‌های سدیمی 2 تا حالت دارن. حالت فعال، حالت غیر فعال. خب وقتی که این کانال فعال هست، یونهای سدیم از اون وارد سلول میشن و پیام عصبی شکل میگیره و هدایت میشه که در حالت عادی این اتفاق میفته. بعد از اینکه پیام عصبی شکل گرفت، این کانال های سدیمی به حالت دوم یعنی غیر فعال در میان. پس کانال های سدیمی هم باید فعال باشن هم باید غیر فعال باشن. وقتی فعال هستن سدیم وارد سلول میشه، پیام عصبی شکل میگیره. وقتی غیر فعال هستن پیام عصبی شکل نمیگیره. طبیعتاً هم باید اینجوری باشه، یعنی در بدن موجود زنده هم باید فعال باشه هم باید غیر فعال باشه. اما مولکول سایپرمترین میاد کانال سدیمی رو نمیذاره غیر فعال بشه، یعنی غیر فعال شدن کانال سدیم رو به تأخیر میندازه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که سدیم دیگه دائم وارد سلول میشه، یعنی چون کانال غیر فعال نمیشه، سدیم همش وارد سلول میشه. خب وقتی میگیم غیر فعال نمیشه یعنی فعال باقی میمونه، یعنی سدیم همچنان وارد سلول میشه، یعنی پیام عصبی همچنان تولید میشه، یعنی پیام عصبی همچنان هدایت میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عضلات بدن حشره هی منقبض میشن. خب هی منقبض میشن و بعد از یه مدتی این انقباض‌ها در واقع حشره رو به کشتن میدن.
در واقع بعد از اینکه سایپرمترین کانال سدیومی رو در واقع غیر فعال شدنش رو به تأخیر انداخت، فعالیت عضلات افزایش پیدا میکنه. این حشره دچار پرتحرکی یا یه تشنج میشه. دیدید که بعد از اینکه سم روی حشره پاشیدید بلافاصله که نمیمیره، یه کوچولو یه تحرکی توش ایجاد میشه، یه بیتابی، یه چرخشی، یه تشنجی توش ایجاد میشه. بعد از اینکه اون تشنج ایجاد شد بلافاصله بعدش فلجی رخ میده. یعنی اول تشنج و پرتحرکی رخ میده، بعدش فلجی عضلات رخ میده. عضلات وقتی فلج میشن حشره از فعالیت باز میمونه. مثلا عضلات تنفسی، عضلات حرکتی، عضلات مربوط به تغذیه، اینا همشون توی حشره غیر فعال میشن، از کار میفتن، فلج میشن و نهایتش دیگه حشره نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه راه بره، نمیتونه تغذیه کنه و از بین میره. پس متوجه شدیم که سم سایپرمترین دقیقاً چجوری یه حشره رو میکشه.